و قل جاء الحق و زهق الباطل. بگوی پیغمبر علیه السلام که آمد حق، یعنی دینی که واقعیت داره، حقیقت داره، او آمده. و زهق الباطل، نابود شده، از بین رفته باطل. او چیزی که استوار بود به نعوذ بالله به سند نه، بلکه به واهیات، به چیزی واهی استوار بود و کلش از بین رفته. پیغمبر علیه السلام این آیت در زمان می گفت که مکه مکرمه فتح شد، داخل بیت الله شد. 360 تا بت در بیت الله بوده به شکلای ملائک و ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام جور کرده بود. پیغمبر علیه السلام عصای خود گرفت، در کلی هر بت میزد و این آیت میخوان که و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الله وعده را متحقق کرد. درون شدن و بیرون شدن رسول الله واقعی صدق بوده، چرا که ثمر قوی داشته که باز مکه معظمه فتح می شد و بتا مکمل میده شد. ان الباطل کان زهوقا، یقینا چیزی باطل به اساس زهوقا نابود شدنی است. یعنی الله متعال میگه رسم و نشانه های کفر قطعا در اینجا باقی گذاشتن نمیشه، چرا که آینده این مرکزی توحید الله متعال است. کدام مردمی که بتا را داخل کرده بوده کعبه، کلش از بین برده شد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، اونجا خو مسئله بتا بوده. الله متعال نعمت دیگر هم سر پیغمبر میکنه. ای پیغمبر مثل که نعمت سرت کردم، جای برات پیدا کردم برای هجرت که سبب تحکیم حکومتت میشه، اینمی قسم ما دیگه هم نعمت کردیم. چرا نازل میکنیم من القرآن، از قرآن کریم در اوقات متنوع مطابق ضرورت و حاجت. ما هو او قرآنی که شفاء، ذریعه شفا میگرده برای زدودن از بین بردن عقاید مزخرف اور چیستا افکاری نعوذ بالله باطله که در ذهن تو خطور کرده، کلش از بین میبره. اینمی قرآن کریم شفا است از برای اون عناد، زدبازی، کینه، کدورت، اخلاقی رذیله که در وجود انسان است. با خواندن و عملی کردن قرآن کریم کلی بدبختی ها زایل میشه. و رحمت، سبب رحمت است در صورتی که عمل به احکام الله صورت بگیره. در او صورت سبب رحمت یعنی پایین شدن رحمت الله متعال است. الله خود میگه و رحمت للمؤمنین، رحمت است، ذریعه رحمت میگرده برای کسانی که مؤمن است، باور داره، یعنی امی قرآن کریم قبول کرده، عملم کرده، دعوت به سوی قرآن آمیده. ولا یزید الظالمین، زیاد نمیساز ظالمان را این نزول قرآن کریم الا خسارا، مگر تاوان، چرا که قبول نمیکنه موجب تاوانشان میشه. قرآن کریم الله متعال در موردش دو طایفه را اعلان میکنه که در برابر قرآن دو طایفه است. یک طایفه کسانی است که تایید میکنه نزول قرآن، باورمند است آن چیزی که در قرآن ذکر شده موجب سعادت و نیک بختیش است. بالکل اینطور مردم یقینا که رحمت برایشان میگرده. لیکن مردم دیگه که ظالمین است، ظالم کسایی است که در حد خود استاد نیست، نشونیده میتونه قرآن، ندیده میتونه رای قرآن و نه تعامل به حقایق قرآن میتونه. این مردم ها ظالم مردم است که امکان قطشه است لیکن استفاده از پیشش نمیکنه. این امکانات در جای غلط استفاده میکنه، اینی را ظالم میگه. بجای از اینکه در راه پیدا کردن راه حق پیدا چی تلاش بکنه یا چی میکنه؟ نعوذ بالله اعراض، روگردانی از قرآن کریم میکنه. و اذا انعمنا علی الانسان، زمانی که ما انعام میکنیم بالای انسان، مراد از انسان ظالم است، اعرض، روی میگردانه، عنادن یا روی میگردانه از احکام ما، و نه خود دور میکنه به جانبی، به پالوی خود، یا ما و شما اصطلاح ما هست پالوی خود چی میکنه؟ خالی میکنه، شانه خالی میکنه. و اذا مسه شر، زمانی که میرسه برش تکلیف، کان یئوسا، سخت ناامید میباشه. این همی مرد مشرک و ظالم است. مرد مومن طور نیست. مرد مومن توسط نعمتهای زیاد، راحتهای زیاد مغرور متکبر نمیشه. این چیزی پایدار فکر نمیکنه، یعنی خود باخته نمیشه. بعضی مردم ها که یکمی قدرت در دستش آمد یا مال و داراییش یکم اضافه شد، خود چی میکنه؟ میبازه. اتو روایی میشه که پرسان بکنی. در زمین هم که قدم میمانه، زمین هم ندار میسازه که مسرت قدم مانده. اتوری میشه. مردم مشترک و کافر امی رقم است، مسلمان این رقم نیست. مسلمان خوشحالی ها برش میآید،
لیکن خود نمی بازه. بازم تابعداری کیست؟ الله متعال است. شکر نعمت میکشه، سینه خود نمیزنه. امیرم نسبتش به کی میکنه؟ به الله متعال میکنه. اما زمانی که سختی سرش میه مشرک چی میکنه؟ ویلایش سر رو صدایش میبرایه، این قدر ناامید میباشه. تو میگی کلی چیسته رسمان زندگیش قطع شد دیگه، خلاص. مؤمن در مقابلش اگر مصیبت و تکلیف میرسه مایوس نمیشه، میگه که هر مصیبت دور کننده الله متعال است و دعی الله بر ما اجر میده. از امو خاطر مؤمن کل چیسته، مؤمن تمام چیزش خیر است. خیر اگر میرسه برش تکلیف چی میکنه؟ صبر. اگر برش راحت میرسه شکری الله را ادا میکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام کل یعملو، هر کدام باید عمل بکنه علی شاکلتی، به مو طریقی خود. هر کس به طریقی خود عمل میکنه عمل بکنه. آدمی مشرک ظالم به مو طریقی خود عمل میکنه. چی مانا؟ وقتی که برش چیزای مهیا شده باشه باز میبینی که شراب است و کباب است و میله رفتن است، هیچ دقیقه دین و ایگپا نیست. دمو طبیعتی خود همو تو روان است، عمل بکنه. الله میگه برا همین تو روان باشه. و مؤمن هم عمل بکنه، مؤمن هم عمل بکنه دمو چیسته حالت خود. مؤمن عملش چیسته که وقتی نعمت برش آمده استفاده اعظم میکنه. کجا مصرف کنم ایمالا، چه قسم اظهار خوشی کنم اینه. اگر فقر میه امورم به طریقش عمل میکنه. الله چی میگه؟ فربکم علم بمن هو اهدا سبیلا، پروردگار شما خوب عالم است بمن، به او کسی که هو آدم اهدا خیلی به هدایت است، سبیلا از راه حق. کی خوب را یا بنده است راه حق؟ الله خوب میدانه. هر کس الله هدایت نصیبش نمیکنه، کسی که اهلیت هدایت داره. با وصفی که قرآن کریم شفا و رحمت بود، لیکن اونجا قابلیت هم شرط است. محل قابلیت پذیرش و قابلیت دانش قرآن داشته باشه، مزایای قرآن بفهمه. هر کس الله قرآن نصیب نمیکنه. بله عمل از هر دو جانب شروع است. یک کسی که پابند کتاب الله است او هم عمل میکنه، یک کسی که رای دشمنی قرآن گرفته او هم عمل میکنه. لیکن نتایج چیست؟ عمل با هم فرق داره، نتایج هم با هم فرق داره. الله میفهمه، خوب علم داره که کی به هدایت است از نگاه رای حق. و یسألونک عن الروح، از تو سوال میکنه در مورد روح. قل بگوی پیامبر علیه السلام الروح من امر ربی، روح از حکم پروردگارم است. و ما اوتیتم بر شما داده نشده من العلم از علم الا قلیلا، مگر خیلی کم. در مورد نزول آیت که باعث چی بوده که آیت آمده، مفسرین اختلاف نظر داره. بعضی میگه ایرا یهود سوال کرده بود از پیغمبر علیه السلام که روح چی است. آیت این صورت مکی است، اونجا میگیرم این سوال در مدینه میشه. باز جوابش است که 2 مرتبه نازل شده، یعنی یسألونک عن الروح قبلا هم نازل شده، باز دوباره برای جواب یهودم الله متعال نازل کرده. او بعضی میگه که نه، این سوال مشرکین مکه کرده لیکن به تحریک و تعلیم یهود. مشرکین به یهود گفتن که شما خب باسواد هستی، برای ما یک چیزی را بگی که پیغمبر بند کنیم که جواب داده نتانه. یهود خب فهمیده بود که روح خب معلوماتش پیش الله متعال است، به کسی دیگه تفصیلات روح داده نشده. پیغمبر اگر واقعی پیغمبر باشه حتما جواب نمیده. اگر پیغمبری خود ساخته باشه دیگه از خود چی میکنه؟ بسیار جوابا را میده. کسی که قرآن و حدیث خوانده زمانی که فتوا برش راجع میشه و این تحقیق نکرده باشه، دستی جواب میگه که ما تالی را در این مورد تحقیق نکردیم که در قرآن و حدیث چی جواب داره. میگه ایره نمیفهمم، آینده میبینم شه. اما خوندی ما که نه قرآن خونده نه حدیث، یک موضوع را هم لا جواب نمیمانه. ملا آن باشد که چپ ننشینه. این جوابای شکمیسته، فتواهای شکمیست درم بس داده رایسته. چرا؟ به خاطری که این دیگه معلوماتی کافی دیگه نداره. پس از او خاطر مشرکین آمدن از پیغمبر سوال کردن. صورت مکی است، سوال در مکه شده. این جوابش هم آمده که پشت روح نگردی و سوال از روح کرده بود. روح در قرآن کریم به 3 معنا استعمال شده. روح به معنای قرآن کریم و اوحینا الیک روحا من امرنا، ما برات وحی میکنیم روح از امر خود، از فیصله خود. قرآن کریم روح است. روح چی را میگه؟ آن چیزی که سبب حیات یک چیز باشه.
قرآن کریم هم سبب حیات است. قلبا توسط ازی زنده میشه، عقاید و افکار توسط ازی رونق میگیره، ظاهر میشه، در حرکت میایه. تا وقتی که قرآن کسی نشینه حرکت نمیایه. انقلاب عظیمی که فعلا در وجود خود ما مشاهده میکنیم توسط چی آمده؟ راستانه بگه نشست قرآن، ترجمه قرآن آمده. قرآن یقینا زمانی که در دل نفوذ کنه، نفوذ داخل شوه، آرامت نمیگذاره. هر رقم تکلیف داده میروید میایه تو را آرام نمیمانه، حتما در حالت شورش هستی. از همون خاطر مردم چی میگه؟ یا میگه آرام نمیشینه یا آرام نمیشینه. راست میگه، آرام نمیشینه. چرا؟ قرآن نمیمانه آدمه. قرآن روح است، بالکل روح است، سبب حیات است. جبریل امین هم روح گفته شده در قرآن کریم. نزل چیست؟ نزل بهی روح الامین. او را چرا روح میگه؟ دو وجه است. یک وجه است که جبریل امین امرای قرآن آمده. قرآن چون روح بود، آورنده و حاملش هم به نام روح یاد میکنه. ذریعه زنده شدن عقاید و چیست؟ وجود انسان در فکر امی جبریل امین شده، از او خاطر روح هست. یا است که این روح به خاطر برش میگه به جبریل امین که هم سبب حیات برای عیسی علیه السلام شده بود. عیسی علیه السلام پدر نداشت، توسط چیست پف کردنی این جبریل امین در گریبان مریم عیسی علیه السلام پیدا شده. از او خاطر این روح گفته. سوم روح عبارت از اونمو قوتی که زمانی در وجود ما و شما بیایه ما قابلیت دیدن، شنیدن، حرکت کردن، فکر کردن، همه چیزا میشیم. ایرم روح میگه. قول راجح امی است. چرا که یهود در مورد حقیقت قرآن، ماهیت قرآن سوال نمیکرد که قرآن چی حقیقت داره. یهود در مورد حقیقت جبریل نم سوال نمیکنه و نه مشرکین ایره کار داره و خود دشمنی با قرآن داره. نه، به خاطر بند انداختن پیغمبر میگفت این روحی که ما و شما در وجود ماست این چی است؟ الله متعال جوابی کوتاه توسط پیغمبر داده. چرا؟ چیزی که قابل درک انسان است، چون انسان مادی است امر مادی می باشه. امر مادی را انسان درک کرده میتونه. چرا؟ خود انسان چی است؟ یک موجود مادی است. اما روح که امر معنوی است این انسان درک کرده نمیتونه، قطعا نمیتونه. الله متعال بعد از میگه که برای تو داده نشده چیست؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. برای شما داده نشده از علم مگر خیلی کم. و انسان وجود تو مادی است. امو قوت هایی که در وجود توست، امو اعضایی که در وجود توست، از اعضای خود آگاهی نداری که چند وظیفه را انجام میده. قلب تو چند وظیفه را انجام میده، شریان تو چند وظیفه را انجام میده، پنقراس برش میگه چی را میگه، او چند وظیفه را. این همی قسم کل اعضای تو معلومات ازی را نداری. از عالم بالا سوال میکنی، از روح سوال میکنی. علم تو خیلی کم است، نیست برای تو داده نشده مگر خیلی کم. از او خاطر کسایی که در روح کتاب نوشته میکنه گپ از روح میزنه. مولاها القه داره چی است؟ مولای صاحب فلانی میایه ولا در مورد روح گپ میزنه. روح ها را درک کرده نمیتونه. کسی که در روح گپ میزنه و خلاف قرآن میکنه. و یسالونک عن الروح، از تو سوال میکنه در مورد روح. قل بگوی پیغمبر علیه السلام الروح من امر ربی، روح از حکم مستقیم پروردگاریم است. امور مادی توسط الله پیدا کرده، اسباب و وسایل برش پیدا کرده، از او به وجود میاد. لیکن روح که از امر معنوی است توسط امر کن که الله فرمان داده فیکون موجود شده، از او جمله است. دو قسم عالم داریم، یک عالم خلق، یک عالم امر. این از عالم امر است. و ما اوتیتم من العلم، داده نشده برای شما از علم الا قلیلا. پس وقتی که روح امر مادی نشد معنوی شد، غذای هر چیز مناسبی همو چیز می باشه. وجود جسم ما مادی است، غذای مادی طلب داره. خوردن نوشیدنی که ما و شما میکنیم، نان گندم هم میخوریم، سیب هم میخوریم، ام هم میخوریم، کلش امور مادی است. غذای متناسبی بدن الله متعال مهیا کرده و ما همیشه استفاده میکنیم. او شب و روز در تلاش این نیستیم. او وجود ما از دو جز مرکب شده، یکی جسم است دیگهش. آیا روح هم غذا داشته باشه یا نه؟ بالکل داره. خب غذای مناسب، روح امر معنوی است، غذای شام چیست؟
امر معنوی است. روح از عالم امر است، عالم بالا. غذایشان باید از عالم کی باشه؟ پس غذای روح قرآن کریم است. با مو خاطر است که وقتی آدم مضطرب پریشان میشه که تلاوت قرآن شروع میکنی، آیسته 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 ما کمال پریشانی ها چی میشه؟ بدبختای خبیث میگه موسیقی غذای روح است، موسیقی غذای شهوت است، موسیقی غذای نفس است، غذای روح نیست. از امو خاطر است که کسایی که خواننده و راننده است در آخر عمر چی میشه؟ یا دیوانه مغزش خراب، یا دست و پایش کج میشه. چی میشه؟ فالج برش میرسه. فهمیدی یا نه؟ از او خاطر موسیقی غذای روح نیست. لیکن تاسف در اینجاست که در اصطلاحات نعوذ بالله استعمار آنقدر کار کرده که بعضی اشیاء را در نظر ما او را چی کرده؟ خوب جلوه داده. خوب جلوه دادنش به خاطر چیست؟ زیاد متکرر میشه. گناه که هر قدر تکرار شود نفرتش چی میشه؟ کم میشه. خود به خود باز کسی که به او مبتلاست از او دفاع میکنه. نسواری اول نسوار خیلی بد میبره، خب وقتی که خودش کشید عادت شد، حال دیگه همیشه دلیل نسواره چی میکنه؟ از خود جور میکنه. گناهگاری نمیتورست، اول از گناه نفرت میکنه، ولی وقتی که خود آغشته شد این ملکه و عادتش جور بشه، بعد از او ایره خوب میگه یا خراب؟ خوب میگه. دفاع هم از پیشش میکنه. حالی یک تعداد مردم ما از موسیقی سخت دفاع میکنه. او استدلال از کجا میکنه؟ از یک عبارتی که دکتر صاحب قرضاوی الله برش عمر بده، لیکن در این موضوعش خطا شده انسان است. چرا خطا شده؟ او موسیقی را تقسیم بندی کرده. یک قسم موسیقی حرام. کدام موسیقی؟ که شهوت برمی انگیزانه، اونو موسیقی حرام. اما موسیقی که شهوت بگوی برانگیخته نمیکنه، او موسیقی حلال است. شیخ البانی الله قبرش منور کنه خب جواب دادن. طبیعت ها متفاوت است نه؟ یک نفر که 1000 موسیقی برش بخوانی شهوتش در حرکت هم نمیاد. یک آدم دیگه که یک شعر بگویی آوایی میشه. این معیار از کجا پیدا کنیم که معیار از کجا پیدا کنیم؟ یا مردم معاینه کنیم که شهوتش در حرکت شده یا نشده. عجیب است. شیخ البانی صاحب بسیار خوب مثال داده. گفت علمای احناف هم شراب وقت حرام میگه که مسکر باشه نشه را بیاره. گفت خیر بشینه یک آدم خوب بخورش که یاران نشه شد یا نه. اگر نشه شد بایدش بگه که کاری حرام کرد، اگر نشد. بسیار عجیب بیان کردنه، بسیار خوب دلیل است. خوب دلیل است دیگه. اینجا قول دکتر یوسف قرضایی صاحب در کتاب حلال و حرامش قابل شنیدن نیست. چرا؟ موسیقی صراحتا حرام است در آیت قرآن کریم، در حدیث پیغمبر و غیر از او. دیگه چیز که نباشه لهو و لعب است. مومن وقتش قیمتی است، بگوی هر چیزش قیمتی است، ایره دهی تو لهو و لعب از بین نمیبره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.